اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا در جشن پیش از مراسم ادای سوگند همراه با ده‌ها هزار نفر جمعیت در کنسرتی رایگان که به این مناسبت در بخشی از نشنال مال محوطه مقابل کاخ سفید و کنگره و بنای یادبود آبراهام لینکلن برگزار شد حضور داشت. افراد نامی از سیاستمداران گرفته تا هنرمندان دنیای فیلم و موسیقی در این رویداد سخنرانی کردند و ستارگانی چون یوتیوب، بیانسه، بروس اسپرینگستین و غیره آواز خواندند. ده‌ها هزار نفر از پایین پله‌های بنای یادبود آبراهام لینکلن تا واشنگتن مانیومنت، بنای یادبود واشنگتن، در هوای سرد گرد آمده بودند و فریاد شادی سر می‌دادند. هر چیزی در آمریکا ممکن است. این حرف مردی بود که سه‌شنبه وارد کاخ سفید می‌شود و با 2 جنگ و بحران اقتصادی روبرو خواهد بود. آقای اوباما در پایان کنسرت گفت: با وجود وظیفه بزرگی که در پیش روی دارم، امروز اینجا ایستاده‌ام و مثل همیشه مطمئنم که ایالات متحده آمریکا دوام خواهد یافت، بر مشکلات غلبه خواهد کرد و آرزوی پدران بنیانگذار این کشور به تحقق خواهد پیوست. That the United States of America will endure, that it will prevail, that the dream of our founders will live on in our time. چندین بازیگر فیلم از جمله ساموئل جکسون، تام هنگس، لورا لینی، جک بلک، ماریسا تومی و قهرمان گلف تایگر وود در این رویداد سخن گفتند. استیوی واندر، گارت بروکس، آشر، شکیرا، شرل کرو و ویل آی ام، جان بانجووی و بتی لاوت و خوانندگان نامی و خوش صدای دیگر هر کدام به نوبه خود هنرنمایی کردند.